سال 2019 نامنصدی و این زبان آموز است که هر هفته برای شما زبان انگلیسی می‌آموزد. در درس این روزا ما با شما آیدی اسمها گپ می‌زنیم، یعنی این قسمی دومی موضوع اسمها است و در درس این روزا ما با شما آیدی اسمهای جمع می‌زنیم که شکلی جمع دارند و شکلی تنها ندارند و گپ می‌زنیم آیدی اسمهایی که شکلی تنها دارند شکلی جمع ندارند. ما آیدی اسمهای نادوروست گپ می‌زنیم، ما آیدی اسمهای ҳисобНашаванда گپ می‌زنیم و فارقیتی how much و how many را از یکدیگر می‌بینیم که اونها در کدام حالت استفاده می‌شوند. و چخلی که گفتیم دوستان این قسم دومی درس اسم هست و اگر شما قسم یکمی درس را در اینجا تماشا نکرده باشید پس میتونید این درس را تماشا کنید. در موضوع اسم یک ما با شما آیدی اسم در عموم معلومات دادیم که اسم چیست با کدام کلمه ها ساخته می شود و درباره اسم های ҳисобшаванда سخن کرده بودیم و در این درسی که شما میبینید دوستان در اونجا ما همه 4 قاعده ای که اسم های شکل جمع ساخته میشن یعنی اس یا اینکه ای اس میگیرن همه آن قاعده ها را پورا فهمیدیم و آغاز میکنیم دوستان از اسم هایی که شکل جمع دارند و شکل تنها ندارند. رفتیم دوستان. در زبان انگلیسی باز هم هستند اسم هایی که آنها یا تنها شکل جمع دارند یا تنها شکل کوتاه دارند و اسم هایی که تنها شکل جمع دارند ما نمیتونیم اونها رو بگوییم که یک دانه یا اینکه با من یک دانه قیچی دهی یا اینکه یک دانه عینک دهی. آنها خودشون جفت هستند یا اینکه آنها تنها شکل جمع دارند و نمونه این اسم ها اینها هستند. یعنی اسم های جمع scissors این قیچی است، یعنی قیچی شکل تنها نداره، یک قیچی ما گفته نمیتونیم در زبان انگلیسی. give me scissors میگوییم. glasses عینک یعنی اچکی که در چشم میمونیم. نه glasses این هم شکلی تنها ندارد. trousers شیم هم تنهی وریانت تنها ندارد. جینس این شیمی جینس را در نظر دارد البته وابسته به trousers است. shoes این پایافزال است پاپوشی و people این خلق است یعنی آدمون و اون شکلی تنها داشته نمیتوند. و باز هستند اسم هایی که آنها شکلی تنها دارند و آنها حرف اس یا اینکه ای اس قبول کرده نمیتونند، یعنی شکل جمع و شکل تنهای آنها همشون یک است. نمونه این گونه اسم ها این فیش است، یعنی اسم های تنها فیش این ماهی است و در شکل جمع هم اگر ما ماهی ها گوییم ما فیش میگوییم یعنی فیش. یکی دیگر شیپ گوسپند و اگر ما گوسپند ها گوییم ما باز شیپ میگوییم یعنی آنها حرف ای اس یا اینکه اس قبول نمیکنند. دیر آهو و آهو هم دیر. و باز ایرکرافت این هواپیما است و ما هواپیما ها گوییم اگر ما باز ایرکرافت میگوییم ایرکرافت هواپیما ها. باز در زبان انگلیسی دوستان هستند اسم هایی که آنها نادرستند و شکل جمع آنها تماما یک کلمه دیگر میشود و آنها حرف ای اس یا اینکه اس قبول نمیکنند. یعنی این گونه اسم ها را اسم های نادرست میگویند در زبان انگلیسی. چگونه که ما فعل های نادرست داریم یعنی دو دیدن در زمان گذشته آنها کلمه دیگر میشوند. اسم ها نیز با مانند این در شکل جمعشون آنها یک کلمه دیگر میشوند. و این نمونه یک چند اسم های نادرستی است که ما برای شما نشون میدهیم. یعنی کلمه مرد من یعنی یک مرد در شکل جمعشون اگر ما مرد ها گوییم ما منس نمیگوییم بلکه من میگوییم من. در تلفظ آنها عوض نمیشن یعنی من و من یعنی با حرف ای عوض کرده میشد حرف ای، یعنی در اینجا ما من مینویسیم و در اینجا ما ان مینویسیم یعنی من. کلمه زن و زنها a woman و a women میگوییم در تلفظ آنها عوض میشن یعنی women و women این علاقه زن ها است. child و children این علاقه شکل جمعی کودکان است و اکثریت خطا میکنن children's میگویند یعنی آنها خیال میکنن که children این خودش یک کودک است. نه a child یک کودک است و children کودک ها یک چند کودک، دو کودک، 10 کودک و دیگر. foot این پا است پای و feet این پای ها یعنی هر دو پای feet. toes یک دندان و teeth دندان ها a mouse این موش است
و شکل جمعی آنها موشها در اینجا mice میشود، یعنی mice. و person این یک شخص است، person. و people این یک چند آدم است، یعنی خلق، people آدمان، خلق people میشه. این اشکالی که گفتیم قاعده ها یا که اسم های نادرست در شکل جمعی خود اس یا اینکه es تماما قبول نمیکنند و اونها شکلشون تماما دیگر میشه، یعنی اونها یک کلمه دیگر میشن. و دوستان میگذاریم با آموزش اسم های حساب نشونده. یعنی چگونه که دید دوستان ما گپ زدیم درباره countable nouns، یعنی درباره اسم های حساب شونده، و ما گپ زدیم درباره plural nouns، درباره شکل های جمع اسم، و اکنون ما میگذاریم درباره اسم های حساب نشونده، یعنی non-countable nouns، یعنی اسم هایی که حساب کرده نمیشود. در زبان انگلیسی هستند اسم هایی که آنها را حساب کرده نمیشود و مثل زبان تاجیکی، و راهی حساب کردن آنها و فرق کردن آنها که این اسم حساب شونده است یا که حساب نشونده این است که اسم های حساب نشونده آنها یگان چنکی دیگر دارند. آنها را یا با لیتر چین میکنند، یا با کیلوگرم چین میکنند، یا با یک کوسک میگویم، یا که یک پورا چین میکنند، یا که یگان گردی چین میکنند. خلاصه آنها یک چنکی معین دیگر دارند. مثلا ما داریم oil روغن. ما روغن را حساب کرده نمیتونیم، یا نمیتونیم بگوییم که یک دانه روغن. oil و چنکی oil این لیتر است، یعنی a liter of oil، یک لیتر روغن. در اینجا علاقه معلوم میشه که چنکی روغن دیگر است و این علاقه خودش اسمی حساب نشونده است. grapes این انگور است و انگور ما چنکش با کیلو است، یعنی a kilo of grapes. bread این نان است و ما یک دانه نان گفته نمیتونیم a loaf of bread، یعنی همون یک گردی نان، یک گندم اگر باشد یک دانه داره، یعنی bread a loaf of bread، یک گردی نان، یک نانی گرد. milk a glass of milk، یعنی شیر، یک استکان شیر، یک پیاله شیر. coffee a cup of coffee، یک پیاله کافی. rice برنج a kilo of rice، یعنی یک کیلو برنج. cheese پنیر a slice of cheese نه همون یک کوسکی پنیر است که ما اون رو میگیم، یعنی یک قسم، یک پورا پنیر a slice of cheese. و دوستان میگذاریم با آموزش کلمه های how many و how much. how many و how much تعلق دارند با اسم های حساب شونده و حساب نشونده و ترجمه میشوند آنها چند دانه، یعنی how many ترجمه میشود چند دانه تقریبا، و how much ترجمه میشود چقدر. how many استفاده برده میشود با اسم هایی که حساب میشوند، یعنی با اسم های حساب شونده، با countable nouns حساب میشود. و وقتی که ما میگوییم که چند دانه، یعنی ما انیق میدونیم که آنها حساب شود، ما آنها رو حساب کرده میتونیم. مثلا ما داریم 10 کتاب و ما میپرسیم که چند کتاب داریم، یعنی how many books. 10 books. یا اینکه 5 معلم، یعنی how many teachers. یعنی ما معلمان را حساب کرده میتونیم، یک معلم، دو معلم، سه معلم، آنها آدم هستند و آنها رو ما چین کرده میتونیم، حساب کرده میتونیم. و در مثال cars، یعنی 3 cars، باز هم how many cars 3 cars. how many cars 3 cars. و همه واریانت شما دلخواه اسم هایی که حساب میشن آنها رو میتونید با کلمه how many سوال پرسید و چین کنید، یعنی آنها رو شماره آنها رو انیق کنید. و در واریانت how much، یعنی how much اون اسم های حساب کرده اون اسم های، و در واریانت how much اون اسم های هستند که ما آنها رو حساب کرده نمیتونیم و آنها یگان چنکی دیگر دارند. مثلا در مثال 5 liters ما چی رو با لیتر چین میکنیم؟ ما آب رو با لیتر چین میکنیم، ما روغن رو با لیتر چین میکنیم، ما شیر رو چین میکنیم و دیگر رو دیگر. مثلا how much oil
How much oil? یعنی چند قدر روغن؟ 5 liters. 5 لیتر. یعنی که در وارانتی کیلو how much rice? چند کیلو برنج؟ چند کیلو برنج؟ How much rice? 2 kilos. یعنی چی قدر برنج؟ 2 کیلو. چی قدر روغن؟ 5 لیتر. یعنی که 3 cups. How much coffee? چی قدر کافه؟ چی قدر کافه؟ چی قدر قهوه؟ 3 cups. سپیولا. 3 cups. سپیولا. پس این است دوستان وریانتی how much و how many که شما آنها را در وریانت اسم ها استفاده برده میتوانید و همه وقت فراموش نکنید how many یعنی many بسیار است ما آنها را با اسم های حساب شونده حساب میکنیم استفاده میبریم و how much این اسم های حساب نشونده است ما آنها را با اسم های حساب نشونده استفاده بردیم یعنی how much اسم های حساب نشونده هستند و برای که فراموش نکنیم دوستان وظیفه هایی که عین حال شما در اکران میبینید شما همه آنها را کار کنید قاعده ها را به یاد دارید و حرف هایی که در شکل جمع اسم ها نیستند آنها را نویسنده گیرید و تا درس های دیگر دوستان بای